آشنایی دارم با این مرد بزرگ، با این مرد دوست داشتنی شهبال عزیز، واقعا دیدم که هر وقت هر گروهی که دورم جمع شدن، حالا چه بلک کت بودن، میدونی که اولین گروه خانوما رو سیلویت رو شهبال عزیز، واقعا همه سبک یونیک بوده، استایلا فرق میکرده و این خودش نشون میده که شهبال چقدر خلاقه توی کاری که انجام میده، کارشو کاملا بلده. ولی خب مثلا دلم میخواد ببینم مثلا تک تک شماها مثلا سر چی تالا شده مثلا دعوت کنه، مثلا سر چی دعوت کرده؟ honestly منو به خود دعوت همیشه دیر میاد، همیشه دیر میاد. خب تو عمرم دیر نیومدم، تو عمرم honestly تمام این چند سالی که باش کردم خودش هم بپرس، یه بار دیگه نیومدم، یه بار بدقولی نکردم، همیشه سر قولم بودم. جزء یکی از منظم ترین افراد گروه، یه شانس دیگه هم داره که اینجا زندگی میکنه. مثلا فکر کن از این چراغ بریم اون چراغ، مثلا ما باید 2 ساعت از اونجا بیایم، از این چراغ نکست چراغ، ولی کلا نرسی. حالا نسبت به خودم بخوام بگم خیلی جردن جزء یکی از منظم ترین است. جردن واقعا کدومتون از همه نامنظم ترین؟ خودتون میتونید دیساید کنید. فکر اینجا نیست؟ Let's not talk about it. Okay, my lips are sealed. هممون سعیمون رو میکنیم، بدی و خوبیامون رو داریم، ولی هممون سعیمون رو میکنیم که با وجود یک انسان خوب مثل شهبال خیلی سخته که این سوالو دارم میکنم، ولی دوست دارم بدونم آیا do you guys look up to anyone؟ آیا تو این گروه هایی که هستن کسی الگوتون هست یا اینکه it's just a unique five؟ تو گروهایی که کاری که شهبال جان با ما کرده، I mean there's a reason why که شهبال لژند توی موزیک ایرانی، چون همه کاری که کرده اولی بوده. توی موزیک ایرانی هیچ گروه 5 نفر پسری نبودن که ما مثلا بگیم که ما این شخص الگو، هممون اندیویدوالی الگوی خودمون رو داریم که سولو آرتیست های ایران هستن. تو هر کی داره دیگه خواننده فیوریتشو، ولی بیشتر مثلا ما سعی می‌کنیم خودمون رو به خواننده‌های آمریکایی، به گروهای آمریکایی مقایسه کنیم، به اونا لوک اپ کنیم که اونا چیکار کردن، چه جوری تو این بزنس بودن، چه جوری خودشون رو رسوندن به بالا. ما سعی می‌کنیم که تقریبا همون کارا رو بکنیم که خودمون رو برسونیم. ولی اصلا همشون ما یه دونه خواننده بعد ایرانی نداریم. That's why اتفاقا شهبال همیشه میگه به خواننده ایرانی نگاه بکنید. خواننده آمریکایی UCDUI هر روز صورتشون خورده روی صفحه مگزینا داره some kind of a problem، ولی ایرانی واقعا فکر می‌کنم همه خواننده هامون دارن try bestشون رو میگن یه الگوی خوبی برای تمام ایرانی‌ها باشن. بهترین و سالم‌ترین خواننده ها هم خواننده ایرانه. این همیشه تمام شرم شپره هم همیشه همه حرفو میزنه. وقتی مقایسه می‌کنی دقیقاً. شما چیز می‌خواستی بگی؟ خودم تایید کنم. اصلا ما شرطمون با شهبال بود. من یادم شهبال اولین حرفی که به من زد وقتی که رفتم خونش، که یه دفعه رفتیم همه بچه‌ها با هم میت کردیم، بعد یه دفعه دیگه رفتم تنها صحبت کردم. اصلا اولین حرف قبل از اینکه میتینگ شروع بشه گفت ببین یه چیزی هستش توی این گروه میخوای بیای، نمیتونی اهل قمار باشی، نمیتونی اهل دود باشی، نه اهل مشروب باشی، نه اهل دیوونه بازی و برن بیرون و مست کنی و از این چیزا. اصلا هیچ کدوم اینا وسط نیستش. یعنی اهل این چیزا هستی بچه‌های خوب جونیورز 5 باشین. چون stay away from trouble. این بچه‌ها به نظر شما که سنتون همه کم هستش، در آمریکا هم دارین بزرگ میشید و اینجا درس میخونید، به نظر شما چه جوری الان خیلی 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 این به من ثابت شده که این بچه‌های کم سن و سال خیلی 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 شماها رو، به خصوص اونایی که سنشون کمه، خیلی شماها رو دوست دارن و چه جوری میشه تو stay away from trouble؟ ببینید میگن زندگی زیباست اما دورور همه چی هست. چطوری شمایی که الان اومدین تو این کار، الان به هر حال دارین زحمت میکشین، چه جوری فکر میکنین آدم باید خودشو به دور نگه داره از هرچی corruption یا حالا drugs؟ number one find something you're passionate about. یعنی یه چیزی رو پیدا کن. داشتن هدف. هممون همین می‌خواستیم. من داشتن هدف داشته باشی you're ready to go. یه نکته مهمم اینه که آدم اعتماد به نفسش بالا باشه. خب شما اگه اعتماد به نفس پایینه یه کاری میکنی، خب درسته، یکی دیگه میبینی خب عجب بچه بالیه اون داره این کارو میکنه، خب ما هم بریم همون کارو انجام بدیم. من خودم با هممون اینجا اسکول رفتیم، هممون دبیرستان رفتیم، به هممون هم دروغ اگه بگیم نیوردن بدن بگن این کارو بکن این کارو نکن. خودت اگه واقعا انقدر به خودت بلیو میکنی، باور داری و اگه خانواده‌تو دوست داری، اگه خودت اصلا اولین نفر خانواده همه چیز کنی، خودت دوست داری، you would never هیچ وقت اسم اینجور چیزا نمیزنی. خودت find something، یه چیزی رو پیدا کن که دوست داری،
واقعا من موزیک گوش میدم میام تو استودیو انگاری زندگی از 100 تا دراگ بهتره. بهترین چیزا موسیقی به نظر من، حالا بقیه شاید نظر موسیقی، ورزش، ورزش اصلا anything هر چی دوست داری هر چی که دوست داری سویمینگ ورزش بکنی نمیشه. تو باز به من گیر اذیت میکنه. نه اصلا ما با یه تیم درست میکنیم 2-2 میشه. هدف شبیه من تو روی یه تیم این دو تا شما داور ببینیم شما هم داوره حالا می‌دونیم کی میبازه. ولی very good. این خیلی مهمه برای اینکه الان فردا نگم جونیورز 5 دارن جدا میشن. طلاق میگیرن. ما فقط اینجا داریم به عنوان شوخی این چیزو می‌کنیم. اینا هرگز از هم جدا نمیشن. پس به نظر شما با این سن کم تجربه نشون داده که اگر هدف خوبی در زندگی، اون چیزی که دوست داری در زندگی انتخاب کنی و بری دنبالش رو بگیری، میتونی از این مشکلات و مشکلات جامعه حال نمیشه جلوشو گرفت، اما میشه ازش دوری کرد. من شفتم دراگ و اینجور چیزا واقعا اینو فکر بکنم ما هم 5 نفریم، ما هم همون مدرسه رفتیم اذیتمون کردن، مسخرمون کردن، بازی باهامون کردن، شوخی باهامون کردن که این کارو اگه نکنی تو باحال نیستی یا به این پارتی دعوت نمیشی. فدای سرت، انقدر عمر داری که میتونی فان داشته باشی، بری عشق دنیا رو بکنی. هیچ وقت اینجور چیزا رو فکرشو نکنید. حرف مردمم یه حرف. من خودم روزای اول میرفتم روی استیج میخوندم عرق بود که بدنم میریخت، میترسیدم. اینو همیشه هم گفتم. الان it's a piece of cake for me. مثل از آب خوردن برای من آسان‌تره. بقیه بچه‌ها هم همینجوریه. به حرف میزنن مردم ولی بعد حرفاشونو همیشه ایگنور از این گوش بیاد بیرون بره از اون ور. مهم نباشه. تموم شد. واو. شنیدم که روی استیج شوتون خیلی قشنگه. میگن که خیلی قشنگ میرقصه. چرا نیومدی ببینی؟ نگفتم شما تو کاباره تهران بگن ما با دوربین میومدن. از من دعوت می‌کنم. خواهش می‌کنم. مقصر خودتون بودین. از الان دعوتشون واسه مارچ 22 بیای سان فرانسیسکو گیفت سنتر. چه خبر اونجا؟ فقط بلک کتس و جونیورز 5. بله. یعنی همون کارهایی رو که قرار انجام بدیم. از الان هم داریم لو نمیدیم دیگه. از گرفتیم. یه ماه سورپرایز خاصی داریم. نمی‌خوایم لو بدیم. یه بار دیگه بگین کجا دارین میرین؟ دارین میرین سان فرانسیسکو. گیفت سنتر سان فرانسیسکو March 22nd Juniors 5 and Black Cats. چقدر اکسایتمنت. نه واقعا تمام کسایی که دارن میان، حتی کسایی باشن که شومون رو قبلا هم دیده باشن، وقتی بیان این پارتیکولر شو رو ببینن دارن فور سورپرایز. یعنی این یه دونه اسکن بی یک ماه از الان یک ماه داریم میریم کلاس واسه همین یه دونه تمرین میکنیم. به اضافه کلاس‌ها و برنامه ریزی قبلی که داشتیم این ادیشنال فقط واسه این مختلف باشه. بالاخره اکسپریانس آدم هم هی بیشتر و بیشتر میشه. این سه شب که اصلا برای ما خیلی عالی. مثلا سردی نایت از همه بهتر بود. شنبه از همه بهتر. اصلا کراد خیلی چیز بودش. اصلا انقدر به من انرژی داده و من تا 2-3 روز اصلا تو فکرش. این شینو که می‌بینین 3-4 تا اونجا رو هوا معلق زدن. چجوری رو استیج کوچولو این کارا رو انجام دادی؟ انرژی نه ولی خیلی خوب واقعا جا داره از مردم تشکر کنم که اومدن ساپورت کردن. خیلی متشکرم. واقعا عالی بود. خیلی خوب بودش کاور تهران. خب من بزن یه سوال بپرسم. دقیقاً چند دقیقه بعد از که برنامه تمام بشه ما میریم رو بلافاصله در چت روم خواهیم بود faceofpersia.com برای اینکه دوستان همه منتظر هستن، طرفدارای شما دوست دارن که با شما شخصا صحبت کنن. آیا خودت هستی؟ واقعا خودت هستی؟ من گفتم هر کی این حرفو بزنه جواب نمیدی. نمیاد اینترویو بکنه.